سلام خدمت بینندگان و همراهای عزیز. امشب در کنار استاد محمد هستیم. یک شب پاییزی و فوق‌العاده هوای عالی. یک داستانی رو میخوان بر اساس چیزی که اتفاق افتاده استاد محمد براتون تعریف کنن. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، در خدمت استاد هستیم. استاد سلام. سلام، بر شب بخیر. چه شب خوبی داشته، چه شب پاییزی. یعنی پاییز ها تموم میشه، شب چله شب چله به همه مبارک باشه. پیش ممنون استاد، ما هم به شما تبریک میگیم. انشالله که یه روزی برسه که ما در دفاع باشیم. انشالله که مار باشید استاد. مخصوص مار. بله. داستان رو تعریف کنم. داستان واقعیت داره. بله. درباره خانومی که به اسم زینب عاشق یه آقا پسری میشه به اسم آقا صمد. بله. شهرش نمیگم. این خانوم بعد که عاشق آقا صمد میشه، آقا صمد کنارگیری میکنه. 1001 میلیون با بهش SMS میده، عاشقونه احساساتی. بعد این آقا میاد از این خانوم شکایت میکنه. این خانوم عاشق دباخته آقا صمد میشه. استاد چرا شکایت میکنن؟ تو عاشق شده دیگه، عاشق بعد دردیه. بله. نه آقای چرا شکایت میکنه؟ به عنوان مزاحم. به عنوان مزاحم میاد. میاد خانم مزاحم منه. بله. این خانم هم میگه من عاشقش دوستش دارم. عجب. داستانش از این قرار بوده. بله. خیلی ممنون استاد، چه عشقایی پیدا میشه. مان باشی. ممنون استاد. مرسی، همچنین شما. مرسی.